سالن اجاره کردن، 70-80 میلیون خرج شده. 3-4 هزار نفر آدم رو از سراسر دنیا آوردن و بعد آقای ترکی فیصل اومده چی گفته؟ گفته که ما با کمک شما به زودی جمهوری اسلامی رو ساقط میکنیم. این جز در حقیقت نوعی دیوانه‌گری و وحشیگری و جنون، هیچ چیز دیگه نمیشه گفت. منتها تنهایی نیست آقای دکتر. ببینید اینا اومدن کمله و دموکرات رو هم در اربیل فعال کردن. کنسولگری عربستان در اربیل عراق الان اونجا یه پادگان گرفته، پادگان آموزشی. 2 تا دفتر در نزدیکی مرز ما زدن که اگر ادامه بدن و دولت در حقیقت آقای بارزانی اگر یه فکری نکنه، ما عملیات انهدامی به زودی علیه اینا انجام خواهیم داد و مقصر هم به گردن خود آقای بارزانی خواهیم گذاشت. اینا اومدن در نزدیکی مرز به هر ضد انقلابی که میرسن پول میدن، میگن شما برید عملیات کنید. وقتی از اینا سوال میکنن کجا عملیات کنیم، میگن برای ما مهم نیست، ما میخوایم ایران ناامن بشه، هر جا رسیدید بمب بذارید فقط ما صداشو بشنویم، بیایید که بقیه پولو بهتون بدیم تصفیه حساب کنه. کمله رو این کارو کردن، دموکرات‌ها این کارو کردن، پژاک این کارو کردن. تنها بحث منافقین نیست. اولین گروه 50 نفری اینا که اومد از پیرانشهر و سمت سردشت و مریوان وارد شد، نیرو زمینی سپاه با اینها برخورد کرد، 25 نفرشون رو کشتن و 25 نفر دیگه زخمی و فراری از کشور خارج شدن و حالا یه یأسی در خود اون اردوگاهی که عربستان در شمال عراق درست کرده در حقیقت به وجود اومده. ما اخبار موثق داریم که اینها توسط سعودی ها حمایت شدن. اصلا اسناد داریم. خوشبختانه بعد از اینکه من مطلبی رو گفتم چند وقت پیش در اینستاگرام، رهبر کمله با BBC فارسی مصاحبه کرد. BBC فارسی بهش گفت که فلانی شما را متهم کرده که شما از عربستان پول میگیرید. ایشون که رهبر یکی از این گروه‌های تروریستی است گفت ما البته از همه جا پول میگیریم. یعنی اعتراف کرد، خودش اعتراف کرد. البته اگه اعتراف هم نمی‌کنه ما اسناد داریم، ما مدارک داریم و ما میدونیم اینا کجا آموزش در حقیقت میبینن. بنابراین عربستان در حقیقت به صورت دیوانه‌واری یه موج دومی رو علیه جمهوری اسلامی شروع کرده. موج اول عربستان از سوریه شروع شد.